با استقبال روز президенти توجیکستان و سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی توجیکستان در شهر کلاب ولایت ختلان بازی دوستانه بین دسته‌های جوانان روشن شهر کلاب و دسته پامیر ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار شد. بازی مذکور در ورزشگاه کلاب آرینا با اشتراک مخلصان و هواداران این رشته ورزش برگزار گردیده شماره زیادی دوستداران و هوسمندان بازی فوتبال را به هم آورد. هدف از برگزاری بازی نوبتی دوستانه باشد بین دسته‌های دو شهر تشویق و ترغیب طرز حیات سالم با واسطه فوتبال پایدار نمودن دوستی و برادری و در آینده تأسیس لیگ‌های یکجایه با اشتراک دسته‌های منطقه کلاب و ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. انجام دادن چنین یک بازی دوستانه ورزشی نیز یک رمز و راز خود را دارد، چون که طوری گفتیم همین ورزش فوتبال نیز یکی از عامل‌های متحد کننده قشرهای گوناگون جامعه به حساب می رود و اینک امروز در دایره همین چاره‌بینی معتبر یعنی به استقبال روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مساعدت رئیس ولایت ختلان محترم دولتعلی سعید، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم علیشیر میرزا نبات، امروز در شهر کلاب بازی دوستانه بین دسته‌های فوتبال پامیر بدخشان و روشن کلاب برگزار گردید. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان برابر مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت بدخشان کوهی توفه‌های تأسیس نموده دستاندرکاران و همزمان و هیئت فوتبال بازان و مربیان نیز سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلاب توفه و دیگر انعام‌ها را تقدیم نمودند. پس از همه ما میان‌داری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی میرسانیم که در چنین فضای صلح و ثبات ما توانستیم که از ولایت مختار کوهستان بدخشان دسته خود و دسته پامیر را گرفته با شهر کلاب ولایت ختلان آمده در اینجا بازی دوستانه انجام دهیم و این بار اول است که دسته پامیر ولایت مختار کوهستان بدخشان با شهر کلاب ولایت ختلان آمدن و اینجا بازی انجام میدن. همین طریق بازی بین دسته‌های جوانان روشن شهر کلاب و پامیر بدخشان آغاز گردید. گفتم با مورد است که مهمانان در آغاز میدانداری توانستند که از خطای حمایتگران دسته روشن استفاده کرده گل اولین را در دیدار امروزه به ثمر رسانند. دسته جوانان روشن شهر کلاب باشد بعد این گل میدانداری را درست براه مانده با دو گل زده حمله‌وران دسته پیش‌صفی را به دست گرفتند. در دقیقه‌های آخری نیمه اول میدانداری باشد باز هم میمانان یک گل دیگر را به هدف رسانیده حساب بازی را برابر 2-2 کردند و با همین حساب دسته‌ها به تنفس برآمدند. در قسمت دوم بازی دوستانه میان دسته‌های جوانان روشن شهر کلاب و پامیر بدخشان فوتبالبازان هر دو دسته باز هم بازی جالب و دیدنی نشان دادند. نخست دسته پامیر بعد اجرای یک بازیگزاری زیبا و زدن گل سوم خود دست یافته در حساب بازی پیش صف شدند. در ادامه میدانداری باشد در پی یک هجوم دسته روشن دروازه‌بان دسته پامیر به خطاگی راه داد که در این مورد داور مرکزی ضربه جریمه‌ای پنالتی تعیین کرد، ولی امکانیت مذکور فوتبالبازان جوان دسته روشن استفاده کرده نتوانستند و خود دروازه‌بان اشتباه خود را برطرف کرده توانست، ولی با گذشت 10 دقیقه از این حالت بعدی پرتافت از مسافه دور باز هم دروازه‌بان دسته پامیر در داشتن توپ به خطاگی راه داد که از این حالت فوتبالبازان جوان دسته روشن استفاده کرده حساب بازی را برابر 3-3 نمودند. هرچند در ادامه بازی امکانیت‌های هر دو دسته برای افزون نمودن گل‌ها به میان آمده باشند هم ولی دیگر حساب در این بازی تغییر نیافت و گفتن ممکن است که در این بازی دوستی غلبه کرد.